هلو گایز، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام قدرت های گاردین رو بس کنم، چه قدرت هایی داره، چه کارهایی میتونه انجام بده. گاردین کاراکتر خیلی به درد بخوری، واقعا به درد بخوره. قدرت سبک بازش اول بخوایم شروع کنیم اینجوریه که یه سپر میگیری حریف ضربه میزنه، در واقع همین. نمیتونی خیلی داج بدی که مثلا بگیم یه ضربه بزنی جا خالی بدی، اینجوری نیست. شاید شما با سپر بگیری به حریف ضربه بزنی، این بهترین کاره. قدرت به حساب اون قدرت ذاتیش اینجوریه که شما سپر هم بگیری میتونی با سپر هم داج بدی، تقریبا در واقع به سمت حریف داج میدی. قدرت در واقع خوبیه. قدرت فرعیش حریف رو به بالا پرت میکنی، خیلی قدرت خوبی. اگه بتونید داخل حمله ترکیبی استفاده کنید و اگه حریف سبک باشه میفته زمین، راحت میتونید به حریف ضربه بزنید. و بگم تو این وضعیت که شما دارید حریف بالا پرت میکنید، حریف هم میتونه به شما ضربه بزنه و اینجوری نیست که حریف نتونه ضربه بزنه. قدرت گاردین بیشتر به خاطر قدرت اصلیش خیلی خوبه. در واقع گاردین قدرت اصلیش اینجوریه که اگه سه تا خونه بنفشه یا همون سه تا خونه ریبه برای یارتون پر شده باشه، یاراتون فرق نداره. زمانی که شما قدرت اصلیشو بزنید تمام یارتون زنده میشن، فرق نداره حالا متوسط دور باشن، حالا خیلی خیلی دیگه نه اون سر مپ باشن. در واقع تقریبا یه ذره به صورت متوسط در شما دور باشن، یارتون اگه سه تا خونه پر شده باشه، دو تا خونه پر شده باشه، فرق نداره زنده میشن. و دمیج خیلی خوبی هم میده قدرت اصلیش، واقعا قدرت اصلیش خیلی دمیج خوبی میده. دقیقا نمیدونم چند تا دمیجه، چون وقتی شما میاد فرود یارات حریف پر میشه اون ور. سرجم 600 تا دمیج داد، دمیج خوبیه حقیقتا، دمیج بدی نیست، دمیج خوبیه. شما اگه بتونید سنگ‌های مناسب رو بذاری، میتونید از قدرت فریش جور دیگه هم استفاده کنید. میتونید مثلا با یه قدرت دیگه تون ترکیبش کنید اینجوری. واسه میگم قدرت فرش خوبه واسه حریفای سبک، واقعا به درد بخوره، چون پرد میشن ها میفتن از و راحت میتونید بهشون ضربه بزنید. تو هر دست حتما یه گاردین داشته باشید، واقعا گاردین کاراکتر خوبیه، به درد بخوره. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال من رو دنبال کنید.